در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. هر یک دردی که الله تعالی نازل کرد برای همان درد شفا نازل کردگی است. هر یک درد شفا دارد، لیکن مثلا میگن که دردی بی دوا میگن. این گپ نادرست است. هر یک درد دوا دارد ولی دوایش را طبیب ها نیافتند. علمه من علمه و جهله من جهله. در دوام حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که به هر یک دردی که الله نازل کرد، الله دوا هم نازل کرد. آن دوا را دانست آن آدمی که دانست، ندانست آن آدمی که ندانست. یعنی همه مثلا حتی بیماری ویچ سپید هم اصلا طبابت دارد، ولی علم مردم کوتاهی میکند. الله تعالی که درد را نازل کرد، دوایش را هم نازل کرده است. ببینید همین حدیث در صحیح بخاری است. درد را الله نازل کرد، دوا را هم الله نازل کرد. خب مادامی که الله نازل کرده باشد، بهترین راه حل مشکلی این توجه به سوی الله سبحانه و تعالی. چون که او درد نازل کرد، او شفا نازل کرد. شفا در دست الله تعالی است. بنابراین بهترین نوع طبابت این دعا هست و توکل به الله تعالی هست.